زن بی اوهام. ماکسیم کوزمیچ سالیوتوف مردی است قد بلند، شانه پهن و موقر. اندام او را به جرأت میتوان ورزیده نامید. زور و بازویش فوق‌العاده است. آنقدر قوی است که میتواند سکه های 20 کپکی را از وسط تا کند. وزنه های سنگین فلزی را با دندان بلند کند. قسم میخورد که در دنیا آدمی که جرأت داشته باشد با او کشتی بگیرد پیدا نمی شود. شجاع و پر دل و جرأت است و هرگز دیده نشده که از چیزی بترسد. اما در عوض همه از او میترسند و آنگاه که دچار خشم و غضب باشد رنگ از رخسار میبازند. زنها و مردها وقتی با او درس میدهند از شدت درد جیغ میکشند و سرخ میشوند. صدای بم او از بس که رساست نمیشود گوش داد. یک کلام، آدمی است یک پارچه نیرو و قدرت. من شخصاً مردی نظیر او نمیشناسم. اما در لحظه‌ای که ماکسیم کوزمیچ خواست به یلنا گاوریلونا اظهار عشق کند، آن زور بازو و قدرت دهشتناک و غیر انسانی و گاومیشیش همچون موشی که زیر پا له شده باشد به هیچ مبدل شد. هنگامی که مجبور میشد عبارت دوستتان دارم را از دهان گشاد خود به زور خارج کند، سرخ میشد و رنگ میباخت و طوری ضعف میکرد که قادر نمیشد حتی صندلی را از جایش بلند کند. نیرویش تحلیل میرفت و هیکل درشتش به ظرفی میان تهی مبدل میشد. هنگام سرسره بازی بود که اظهار عشق کرد. یلنا گاوریلونا روی یخ به سبکی یک پرواز میکرد، اما ماکسیم کوزمیچ همچنان که از پی او سر میخورد میلرزید و بی‌حس میشد و زیر لب نجوا میکرد. درد و رنج بر چهرهش نقش خورده بود. هر بار که ناچار میشد روی یخ چرخ مرکب جالبی بزند، پاهای فرز و چالاکش تا می‌خوردند. تصور می‌کنید از آن می‌ترسید که نتواند چرخ بزند؟ نه، یلنا گاوریلونا دوستش می‌داشت و مشتاقانه منتظر آن بود که او پیشنهاد ازدواج بدهد. این زیبای ریزنقش مومشکی در هر لحظه‌ای حاضر بود در آتش انتظار بسوزد. ماکسیم 30 سال دارد. نه مقامش زیاد است نه پولش، اما در عوض خوشقیافه و تیزهوش و چابک است. رقص و تیراندازیش حرف ندارد. در سوارکاری بی‌نظیر است. یک روز که با یلنا اسب سواری می کرد، از روی خندق بزرگی پرشی انجام داد که کمتر سوارکار انگلیسی ممکن بود نظیر آن را انجام دهد. چون این انسانی را نمی شود دوست نداشت. خود او هم می دانست که دوستش دارند. به این موضوع ایمان داشت. فقط اندیشه‌ای رنجش می داد. این اندیشه او را از خواب و خورد و نوش می انداخت. مغزش را می خورد. اشکش را در می آورد. خشمش را بر می انگیخت. یک کلام زندگیش را مسموم می کرد. او اظهار عشق می کرد و قسم به وفاداری می خورد، اما در همان حال اندیشه رنج دهنده در مغزش وول می خورد و وادارش می کرد که شقیقه هایش بزند. به یلنا می گفت با من ازدواج کنید. دوستتان دارم. دیوانوار، وحشتناک. و در همان حال با خود فکر می کرد آیا من حق دارم شوهر او باشم؟ نه، حق ندارم. اگر از اصل و نسبم خبر می داشت، اگر شیر پاک خورده‌ای گذشتم را برایش تعریف می کرد، از کشیده جانانه‌ای بی نصیبم نمی گذاشت.
چه گذشته ننگین و فلاکت باری. این زن سرشناس و ثروتمند و تحصیل کرده اگر بداند که چه کاره بودم به روی من تف خواهد کرد. و هنگامی که یلنا گاوریلونا به گردن او درآویخت و ضمن ابراز عشق سوگند خورد که برایش همسر وفاداری باشد، ماکسیم کوزمیچ احساس خوشبختی نکرد. آن اندیشه روزگار او را سیاه کرده بود. بعد از سرسره بازی در راه بازگشت به خانه لب می‌گزید و با خود فکر می‌کرد من آدم پستی هستم. اگر انسان شرافتمندی می‌بودم همه چیز را برایش تعریف می‌کردم. همه چیز را. پیش از آن که به او اظهار عشق کنم میبایست رازم را با او در میان میگذاشتم. اما من این کار را نکردم. پس آدم پست و رذل و بیشرفی هستم. والدین یلنا گاوریلونا با ازدواج دخترشان با ماکسیم کوزمیچ موافقت کردند. آنها از این مرد ورزیده خوششان می آمد، زیرا از یک طرف او را مرد محترمی می شمردند و از طرف دیگر فکر می کردند که به عنوان یک کارمند آتیه درخشانی را در پیش دارد. یلنا گاوریلونا در رویا به سر می برد و احساس خوشبختی می کرد. اما در عوض بهادر بینوای ما آنقدر هم خوشبخت نبود. اندیشه‌ای که در نخستین روز اظهار عشق آزار و رنجش میداد تا روز عروسی هم دست از سرش بر نداشت. دوستی هم که گذشته او را مثل 5 انگشت خود می شناخت سخت آزارش میداد. ناچار می شد تقریباً تمام مواجب ماهانش را به این دوست بدهد. دوستش می گفت در آرمیتاژ به نهار مهمانم کن وگرنه برای همه تعریف می کنم. 25 روبل هم به من قرض بده. ماکسیم کوزمیچ بیچاره لاغر و نحیف شد. از دل و دماغ افتاد. گونه هایش گود افتادند و رگهای مشتهایش برآمدند. آنقدر فکر کرد که مریض شد. اگر پای عشق در میان نبود حتما خودکشی می کرد. با خود می گفت من پستم، رذلم. پیش از عروسیمان باید با او حرف بزنم. بگذار به روی من تف بیاندازد. اما پیش از عروسی با او حرف نزد. شهامتش کفاف نداد. به علاوه این فکر که بعد از نقل گذشته اش ناچار خواهد بود از زن محبوبش دست بشوید وحشتناکتر از هر فکر دیگری بود. شب عروسی فرا رسید. عروس و داماد جوان را عقد کردند. تبریک ها گفتند و از آن همه سعادتشان خیره ماندند. ماکسیم کوزمیچ بینوا تبریک ها را می شنید. مشروب می خورد. رقص و پایکوبی می کرد. می خندید. اما بیش از حد احساس بدبختی می کرد. من حیوان خودم را مجبور خواهم کرد گذشته‌ام را برایش تعریف کنم. با آنکه عقدمان کرده اند هنوز دیر نشده است. هنوز می توانیم از هم جدا شویم. پس با یلنا گاوریلونا حرف زد. وقتی لحظه موعود فرا رسید و آن دو را به اتاق خواب هدایت کردند، شرف و وجدانش بر تردیدهایش غالب آمد. لرزان و رنگ باخته و به زحمت نفس کشان با ترس و تردید به یلنا گاوریلونا نزدیک شد. دست او را گرفت و گفت پیش از آن که ما به همدیگر تعلق پیدا کنیم من باید با تو حرف بزنم. چت شده ماکس؟ چرا رنگت پریده؟ این روزا تو همش رنگ باخته و خاموشی. مریضی؟ یلنا، من باید همه چیز را برایت تعریف کنم. بیا بنشینیم. من باید مات و مبهوتت کنم. روزگارت را تلخ کنم.
اما چه می شود کرد؟ مکلفم این کار را بکنم. باید گذشته‌ام را برایت تعریف کنم. یلنا چشمها را فراخ باز کرد و پوزخند زنان گفت: خب تعریف کن. لطفاً شروع کن و این همه هم نلرز. من در تامبوف متولد شدم. پدر و مادرم نه تنها آدم‌های سرشناسی نبودند، بلکه خیلی هم فقیر بودند. الان تعریف می‌کنم که من چه کاره بودم. وحشت خواهی کرد. صبر کن. می‌بینی. من گدا بودم. وقتی بچه بودم سیب و گلابی می‌فروختم. تو؟ وحشت کردی؟ ولی عزیزم، تا اینجای قضیه وحشتناک نیست. وای که من چقدر بدبختم. اگر گذشتم را بدانید لعن و نفرینم خواهید کرد. مگر گذشتت چه بوده؟ در سن 20 سالگی ببخشید مرا از خود نرانید. بله، در سن 20 سالگی دلقک سیرک بودم. تو؟ دلقک؟ ماکسیم کوزمیچ در انتظار کشیده جانانه بود. چهره رنگ پریدش را با کف دستهایش پوشاند. نزدیک بود از حال برود. تو دلقک بودی؟ یلنا این را گفت و از کاناپه بر کف اتاق فرو غلتید. سپس به پا جست و در اتاق شروع کرد به دویدن. چه شده بود؟ دست روی شکم گذاشت و صدای خنده های دیوانوارش در اتاق پیچید. تو دلقک بودی؟ تو ماکسینکا عزیزم، یه چشم هنرنمایی کن. ثابت کن که دلقک بودی. عزیز خودم. و پرید و ماکسیم کوزمیچ را در آغوش گرفت. عزیز من، خوب من، یک چشم هنرنمایی کن. به من میخندی؟ از من متنفری؟ آخر یک چشم از هنرش را نمایش بده. بندبازی هم بلدی؟ یالا شروع کن. سپس روی شوهر را غرق بوسه کرد. خیشتن را به او فشرد و چرب زبانی آغاز کرد. معلوم نبود که دچار خشم شده باشد و ماکسیم کوزمیچ خوشبخت و فارغ از هر فکر و خیالی خواهش همسرش را پذیرفت. پس به طرف تخت رفت. تا 3 شمرد. خم شد و پیشانیش را به لبه تخت تکیه داد و بالانس زد. براو ماکس، تکرار. حالا خوبه عزیزم، عالی. ماکسیم کوزمیچ پیشانیش را با حرکت تندی از لبه تخت آزاد کرد و باز در حالت بالانس روی دستهایش مشغول راه رفتن شد. صبح پدر مادر یلنا سخت حیران بودند و از همدیگر می‌پرسیدند: آن بالا چه خبر است؟ کیست که سر و صدا می‌کند؟ بچه‌ها هنوز خوابند. این سر و صدا لابد مال خدمه است. چه سر و صدایی؟ پست فطرت‌ها. پدر یلنا به طبقه دوم رفت، اما آنجا از خدمه خبری نبود. سر و صدا به رغم حیرت فراوان او از اتاق عروس و داماد می آمد. لحظه‌ای کنار در ایستاد. شانه‌هایش را از تعجب بالا انداخت و لای در را کمی باز کرد. همین که نگاهش به اتاق خواب عروس و داماد افتاد، کز کرد. نزدیک بود از تعجب بمیرد. ماکسیم کوزمیچ را دید که وسط اتاق ایستاده و مشغول انجام دادن عملیات محیرالعقول سیرکی است. یلنا هم همانجا ایستاده بود و برایش کف میزد و ابراز احساسات میکرد.
چهره‌های آن دو از فرط خوشبختی می درخشید. به سال 1883 آنتوان چخوف. اگر خوانش این داستان رو تا اینجا گوش کردین و دوست داشتین، ممنون میشم که کانال رو عضو بشین و لایک کنین تا من هم انگیزه بیشتری داشته باشم تا محتواهای جدید تولید کنم.